الرحمن الرحیم. دوباره سلام. ما تو این قسمت میخوایم بریم سراغ تعریف سرعت متوسط، سرعت لحظه‌ای، تندی متوسط، تندی لحظه‌ای. فرق سرعت تندی چی است؟ اگر من سوار ماشین شم، به سرعت سنج ماشین نگاه کنم، به تندی سنج ماشین نگاه کنم و عقربه نگاه کنم، من دارم تو لحظه‌ای که نگاه میکنم سرعت یا تندی رو به دست میارم. به این میگن سرعت لحظه‌ای، سرعت در هر لحظه. اگه من چند تا لحظه مختلف رو نگاه کنم، میانگین بگیرم، من در واقع سرعت متوسط حساب کردم. میانگین سرعت. منتها خب نمیخوام اگه من 4 ساعت رانندگی کنم هر لحظه نگاه کنم، بنویسم، بعد میانگین بگیرم 4 ساعت. میام چیکار میکنم؟ میام اثبات میشه، به دست میاد که فرمول هم داره سرعت متوسط. سرعت متوسط تعریفش، فرمولش یه چیزه: نسبت جابجایی به روی زمان. همون چیزی که قدیم هم بلدی، دلتا ایکس به دلتا تی. به دلتا ایکس میگن جابجایی، واحدش هم چیه؟ متر. دلتا تی میشه مدت زمان، مدت زمانی که طول کشیده ثانیه است. جابجایی اسم دیگه هم میتونم بگم واسه شما، بگم تغییر مکان. یادمون نره همون جابجایی دیگه، تغییر مکان. دلتا ایکس به دلتا تی. پس سرعت متوسط میشه جابجایی تقسیم بر زمان. هر جایی تو هر فصلی، تو هر موضوعی، تو هر درسی اسم سرعت متوسط شنیدیم، می‌نویسیم وی اوریج دلتا ایکس به دلتا تی. وی اوریج چیه؟ سرعت متوسط، میانگین سرعت ها. و چون اون بالا متر، پایین ثانیه، متر بر ثانیه در میاد. چون جابجایی برداره، پس سرعت هم برداره. پس سرعت کمیت برداریه. سرعت متوسط هم که میانگین سرعت هاست، برداریه، چون سرعت ذاتاً از روی جابجایی ساخته میشه. سرعت متوسط کمیتی برداریه. و نکته خیلی مهم اینه: سرعت متوسط میشه جابجایی به زمان. زمان دلتا تی که مثبت همیشه. اگه جابجاییمون مثبت باشه سرعت مثبت در میاد، اگه جابجاییمون منفی باشه سرعت منفی در میاد. پس میتونم بگم علامت سرعت دست کیه؟ علامت سرعت دست جابجاییه. اصطلاحاً میگم سرعت متوسط با جابجایی همجهته. همجهت همون هم علامته و میتونیم اینطوری هم تعبیرش کنیم: رابطه مستقیم داره دیگه. یعنی همه اینا یه چیزن. 3 تا عبارت گفتم واسه همجهت. چی با کی؟ کی با کی؟ وی اوریج، نه ویا. سرعت میانگین با دلتا ایکس همجهته. همین دو تا رابطه که تو سبز کردم دیگه توی صورتم. سرعت متوسط با جابجایی همجهت است. سرعت متوسط و جابجایی همجهتن. نه سرعت با جابجایی غلطه، سرعت با مکان غلطه. سرعت متوسط با تغییر مکان، جابجایی. جابجایی همون چیه؟ دوباره بنویسم: تغییر مکان. خیلی عبارت مهمیه، خوراک امتحان نهاییه. پس سرعت متوسط و جابجایی با همدیگه هم جهتن، رابطه مستقیم دارن، هم علامتن. فصل ما 4 تا نکته اساسی داره. فصل 1/12 4 نکته اساسی و کلیدی داره. این 4 تا نکته شماره 1 رو الان من میخوام شروع کنم باز کنم. نکته شماره 1: اگر من نمودار مکان زمان بکشم، این مشکیه که حالا پررنگش هم دارم میکنم، این مشکیه. اگر نمودار مکان زمان داشته باشم، یه خطی بس کنم از نقطه، اصلا یه نقطه اینجا، یه نقطه اینجا، با یه خط فرضی من خودم بس کنم. یه ذره بهتر بس کنم. بهتر بس کردم. اگه اینو وصل کنم، شیب این خط رو بخوام حساب کنم چی میشه؟ اگه اینجا رو بخوام مثلث بگیرم، این رو به رو قبول میشه x دومن های x1 یعنی دلتا x، اینجا هم قبول میشه t دومن های t1 دلتا t. شیب خط چیه؟
شیب خط توی ریاضی میشه مقابل به مجاور یا همون تانژانت. ضلع مقابل دلتا ایکسه، ضلع مقابل این زاویه، مجاورش دلتا تیه. دلتا ایکس و دلتا تی میشه وی اوریج. نتیجه گیری شیب خط شد وی اوریج. بعد من این میشه نکته اساسی اولم. چی؟ یه بار دیگه شیب دقیقاً زیر شکل اینا باید نوشته بشه. شیب نمودار مکان زمان، یعنی xt، همون نموداری که جلسه پیش کشیدیم. شیب نمودار مکان زمان میشود سرعت. کدوم سرعت؟ متوسط یا تو لحظه؟ اگر خط واصل رسم، واصل یعنی وصل کننده، اگر شیب خط واصل حساب کنم در کدوم نمودار؟ مکان زمان، میشه سرعت متوسط. اثباتش هم بالا داری میبینی. شیب نمودار مکان زمان میشه سرعت، شیب خط واصل در نمودار مکان زمان میشه سرعت متوسط. حالا اگه لحظه‌ای بخوام چی؟ شیب خط مماس در نمودار مکان زمان میشه سرعت لحظه‌ای. آقا یعنی چی مماس؟ یعنی اگر تو لحظه مثلا این لحظه دلخواه T3، تو این لحظه سرعت رو بخوای یه مماس میکشی شیبش رو حساب میکنه، تو لحظه بعدی بخوای مماس میکشی شیبش رو حساب میکنه، قبلش بخوای مماس میکشی. تو هر لحظه ای ما سرعت بخوایم تو نمودار مماس میکشیم شیبش رو حساب میکنیم. پس به صورت کلی شیب نمودار مکان زمان سرعت. حالا کدوم سرعت؟ سرعت لحظه یا متوسط؟ اگر واصل دو تا نقطه رو وصل کنه، شیب خط واصل حساب کنی میشه متوسط. واصل متوسط، اصلا اینطوری میتونی و واصل متوسط. ولی اگه مماس تو لحظه بکشی، سرعت هم تو لحظه شیبش رو دست بیاری، سرعت هم تو لحظه رو داری به دست میاری. پس این نکته های کلیدی ماس اینجا خیلی مهمه، اثباتش مهمه، نکته های زیر مهمه. پس نکته اساسی شماره 1 به دست اومد، شیب نمودار مکان زمان میشه سرعت. انقدر این باید تکرار شه مثل جدول ضرب تو ذهنتون بمونه واسه ابد. شیب نمودار مکان زمان میشه سرعت. اگه واصل بکشیم سرعت متوسط، اگه مماس بکشیم شیب حساب کنیم سرعت لحظه‌ای. اینا تو جزوه حتما باید باشه، خیلی هم مهمه این قسمت، خیلی مهمه. پس جمع‌بندی: سرعت متوسط میشه دلتا ایکس و دلتا تی، تو نمودار مکان زمان شیب نمودار میشه سرعت. واصل از کنی شیب حساب کنی متوسط، مماس بکشی حساب کنی میشه لحظه‌ای. خب میشه سرعت متوسط. حالا تندی متوسط چیه؟ تندی متوسط با اس نشون میدن. اس اوریج تعریفش مسافت به زمان، ال به دلتا تی. پس ال مسافت که متر، دلتا تی مدت زمانه که ثانیه است. مسافت به زمان، این میشه تندی متوسط. حالا تندی متوسط ال به دلتا تی، این هم کمیت نرده‌ایه. چرا نرده‌ای شدین؟ چون ال نرده‌ایه. سرعت برداره چون جابجایی برداره، مسافت چون نرده‌ایه، تندی متوسط هم نرده‌ای. یعنی سرعت برداره چون جابجایی برداره، تندی نرده‌ایه چون مسافت نرده‌ایه. حالا ما میگفتیم خیلی خوب دقت کن، مسافت از جابجایی بزرگتره. در نتیجه توی این دوتا کسری که نوشتیم ال به دلتا تی، دلتا ایکس به دلتا تی، ال بزرگتره دیگه. پس اس اوریج هم از وی اوریج بیشتر. جالب شد، میانگین تندی ها از میانگین سرعت ها بیشتره. میانگین تندی از میانگین سرعت بیشتره. کی مساویان؟ زمانی که اونور مسافت جابجایی مساوی باشه. مسافت جابجایی کی مساوی بود؟ روی خط صاف و بدون تغییر جهت اگر حرکت داشته باشیم مسافت جابجایی برابره، تندی متوسط و سرعت متوسط هم برابره. پس سوال امتحان نهایی پارسال پیرسال، تندی متوسط و سرعت متوسط کی برابره؟
یعنی S average و V average کی برابر میشه؟ زمانی که جابجایی مسافت برابر باشه، یعنی دلتا X و L با هم برابر باشه. حالا اینا کی برابر بود؟ روی مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت. مسیر مستقیم تغییر جهت هم نداشته باشه. خب حالا میانگین سرعت ها و میانگین تندی ها با هم فرق داره. چرا؟ چون سرعت کمیت برداری منفی مثبت داره. منفیش یعنی در جهت خلاف محور داری حرکت میکنی، مثبتش یعنی در جهت محور. میانگین منفی مثبت های عدد کمی میشه، ولی تندی یه عدد مثبت نرده‌ای دیگه، مثبت. میانگین مثبت ها از میانگین مثبت منفی ها بالاتر در میاد دیگه. ولی اگر توی لحظه شما سرعت رو بخوای، خیلی دقت میخواد، اگر تو لحظه ای شما تو سرعت رو بخوای از اون کیلومتر ماشین میخونی و این چه فرقی با تندی داره؟ هیچ فرقی نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه الان شما از یه راننده بپرسی تندی چقدره، میگه 80 کیلومتر بر ساعت تندی. بپرسی سرعت چقدره، میگه چی؟ میگه 80 کیلومتر بر ساعت سرعت. پس فرقش چیه؟ حرف دوم نصف نیم است. اگه از راننده بپرسید سرعت چقدره، میگه 80 کیلومتر بر ساعت به سمت شمال داریم حرکت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی سرعت لحظه‌ای و تندی لحظه‌ای فرقی با هم ندارن. در واقع سرعت همون تندیه که جهت هم داره. سرعت همون تندیه که جهت هم باش اعلام میشه. پس میتونم بگم تندی توی لحظه و سرعت توی لحظه حداقل مقدارهاشون با هم برابره. پس سرعت لحظه‌ای و تندی لحظه‌ای یه چیزه. راننده میپرسی سرعت چقدره، میگه 80، تندی 80. فقط موقع سرعت باید بگه 80 به سمت محور ایکسا، 80 به سمت شرق، 80 به سمت جنوب، 80 به سمت شمال غربی. موقع سرعت پرسیدن باید جهت هم به تو اعلام شه، ولی عددشون یکیه. سرعت لحظه‌ای و تندی لحظه‌ای یکیان، عددشون یکیه، فقط سرعت جهت هم داره. ولی موقع میانگین گرفتن یکی در نمیاد، چون سرعت مثبت منفی داره. موقع میانگین گرفتن کم میشه. پس اینم نکته بعدی که جمع‌بندی کنم. لحظه‌ای سرعت و تندی یکیه. لحظه‌ای سرعت و تندی یه چیزه، ولی متوسط تندی از متوسط سرعت بزرگتر، بعضی موقع ها هم مساویه. کی مساویه؟ رو خط صاف و بدون تغییر جهت. حالا سرعت لحظه‌ای تعریفش خیلی ساده. سرعت در هر لحظه. سرعت در هر لحظه. لحظه‌ای چجوری رسم میاد تو سرعت؟ همون شیب خط مماس، نمودار مکان زمان. من علاوه بر تابع x تابع v هم دارم. معادله جدید، معادله سرعت زمان. یعنی یه تابعی دارم که سرعت رو بر اساس زمان به من میده و من اگه توی این تابع تی بندازم سرعت لحظه تی رو میگیرم. مثلا اگه توی همین تابع من اگه 2 بندازم جای تی، وی میشه 4. این وی چیه؟ این وی سرعت لحظه تی مساوی 4. یعنی سرعت تو لحظه داره در میاد. اگر شما تی بندازی توی معادله سرعت، وی مساوی یه چیزی بر حسب تیه دیگه، به این میگم معادله سرعت زمان. تی بندازی چی میگیری؟ تی بندازی سرعت تو اون لحظه‌ای که انداختی رو میگیری. معادله مکان زمان داریم و سرعت زمان. دومی معادله شد. 3 تاست کلا، 2 تاشو گفتم. معادله مکان زمان میکشیش میشه نمودار مکان زمان. سرعت زمان میکشی میشه نمودار سرعت زمان. سرعت زمان تی میندازی وی میگیری وی لحظه‌ای. مکان زمان تی میندازی ایکس میگیری، یعنی میفهمی که زمان میندازی کجاست، توی اینجا زمان میندازی میفهمی سرعتش چقدره. مکان زمان کی کجاست، سرعت زمان تو کی، سرعت چنده. پس برای به دست آوردن سرعت لحظه‌ای شما تابع رو داری، لحظه رو میندازی. میانگین هم که فرمول داشت. میانگین سرعت ما میشه چی؟ دلتا ایکس به دلتا تی. این هم که جمله معروف، شیب نمودار شیب خط ماست تو نمودار مکان زمان میشه سرعت در اون لحظه. یه نمودار پایین داریم تحلیلش کنیم. این شروع نمودار از اینجاست.
اگر اینجا من مماس بکشم شیب نمودار مثبته، پس میگم سرعت مثبت. بالا یه لحظه شیب افقی میشه یعنی سرعت صفر میشه، پایینی میشه یعنی سرعت شیبش چی میشه؟ شیب منفی میشه، سرعت منفی میشه. یعنی چی؟ یعنی این بنده خدا سرعتش مثبت بود، صفر شد، منفی شد. بچه‌ها به این قلهه میگیم دور زدن. یعنی بنده خدا داشت میرفت بالا، دور زد، پیچید، برگشت پایینی. و دوباره این پایین سرعت منفیه، شیب منفیه، بعد سرعت صفر میشه چون شیب صفره، بعد سرعت مثبت میشه یعنی شیب مثبت شده. دوباره اینجا هم میشه دور زدن. پس میتونم بگم در نمودار مکان زمان قله ها و دره ها دور زدنه. یعنی متحرک تغییر جهت میده، دور زدن یعنی تغییر جهت. پس اگر الان ازم بپرسن توی این شکل چند بار دور زده، من میگم 2 بار دور زده. تو چه لحظاتی؟ T1 و T2. تو لحظه ای که متحرک دور میزنه قطعا سرعتش صفر شده. آقا نمیشه بره تو میدون، نه، ما حرکتمون یه بعدیه. یه بعدی مثل آونگ، نگاه کن میره جلو، استاپ، برمیگرده، میشه یه بعدی. ماشین داره میره جلو، تو میدون میشه 2 بعدی، تو ارتفاع میشه 3 بعدی، حتی میره جلو، وای میسته، برمیگرده. این میشه حرکت 2 بعدی، میره، وای میسته، برمیگرده. سرعت، جهت سرعت، علامت سرعت چیه؟ اگر سرعت مثبت باشه یعنی متحرک داره در جهت محور x میره. اگه سرعت منفی باشه یعنی متحرک داره ضد محور x میره. جسم در جهت مثبت محور حرکت کند سرعت مثبت است، جسم خلاف جهت حرکت کنه سرعت منفیه. مثال بزنم، اتوبان امام علیه، ما محور رو گرفتیم به سمت شمال، پس منی که دارم به سمت شمال امام علی میرم سرعتم مثبته، اونایی که دارن تو لاین مخالف به سمت جنوب امام علی برمیگردن، چون برعکس محور ما، محور به سمت شمال بوده، حرکت میکنن، سرعتشون چیه؟ منفیه. پس جسم در جهت مثبت محور حرکت میکنه، ویش مثبته، خلاف محور منفیه. برگردیم بالا یه بار دیگه، اینجا بنده خدا داره در جهت محور حرکت میکنه، وی مثبته، اینجا برعکس وی منفیه، دوباره اینجا در جهت محور وی مثبته. پس چند جور مختلف من میتونم علامت سرعت رو بررسی کنم، با شیب، با جهت حرکت. و دور زدن کجاست؟ اونجایی که سرعت صفر میشه و قبل و بعدش مثبت منفیه، دور زده دیگه. قله ها و دره ها تو نمودار مکان زمان دور زدن میشه این قله ها و دره ها. این میشه تعریف سرعت لحظه‌ای و نکته هاش. و تندی لحظه‌ای، تعریفش تندی در هر لحظه. به جالبه لحظه‌ای ها تعریفشون خیلی خوبه، امتحان‌های اومده ها، تندی لحظه‌ای، تندی در هر لحظه، سرعت لحظه‌ای، سرعت در هر لحظه. خب اینجا دیگه با اس نشون میدن دیگه، اس لحظه‌ای. اس یعنی اس لحظه‌ای، وی یعنی وی لحظه‌ای، اوریج هم که زیرش می‌نویسه اوریج. و نکته خوب آخرین ها در گزارش سرعت همواره جهت نیز باید ذکر شود، ولی در گزارش تندی جهت بیان نمی شود، فقط بزرگیش بیان میشه. اگه بخوام سرعت بپرسم میگم سرعت ما 10 متر بر ثانیه در جهت آیه. اگه تندی بپرسم میگم 10، جهت دیگه مهم نیست. تو جاده داریم رانندگی میکنیم، کنار تابلو زده تا شهر مشهد 400 کیلومتر. این چیه؟ این مسافته. مسافت تا مشهد 400 تا مونده، جاده هنوز 400 تاش مونده. عقربه ماشین رو نگاه میکنیم میفهمیم دارم 80 تا میرم. این چیه؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. عقربه ماشین تندی لحظه‌ای نشون میده. عقربه ماشین اولا تندی نشون میده، دوما تو لحظه، چون جهت نشون نمیده، فقط تندی دیگه، جهت نداره. دو، تو همون لحظه رو نشون میده. البته کامپیوتر اگه بزنید تو گزینه تریپ و اینا میتونید سفر بگیری میانگین مثلا حساب کنه ها، ولی فعلا عقربه تو لحظه رو نشون میده، همون چیزی که الان هست، و تندی هم نشون میده. بدیهیات، حرکت در جهت محور x، مثبت x دیگه، آیه خلاف x، منفی آیه y j و خلاف y هم منفی j. سوال حل کنیم یه دونه.
متحرکی در مدت 8 ثانیه بدون تغییر جهت از مکان -4 متر میره به 4 متر. این دیا که خب اسمشه، اسم نقطه است، و آی هم که اینو محور ایکس ها دیگه، از -4 میره تا -4. وسط هم از 0 رد میشه، از -4 تا مثبت. خب آقا نمیتونستیم وسط دورمور هم بزنه، چرا؟ ولی گفته بدون تغییر جهت. صاف میره اونجا. جهت حرکت مشخص کن. خب جهت حرکت میشه چی؟ در جهت محور ایکس ها یا در جهت آی. داریم میره مثلا جلو دیگه، از -4 تا 4. ب. سرعت متوسط. سرعت متوسط وقتی میگه ما فرمول می‌نویسیم، ادامه‌شو نمیخونیم. میشه دلتا ایکس به دلتا تی. بازه زمانی میده 8 ثانیه. گلش گفته. دلتا ایکس چیه؟ آقا تو 8 ثانیه مگه از -4 نرفت تا 4. دلتا ایکس 8 دیگه. حالا من میخوام بنویسم اینطوری 8 4 منهای منهای 4. یعنی میشه 8 هشتم 1. نه نمیشه مثبت دیگه. 8 هشتم 1. 1 چی؟ متر بر ثانیه. پس میانگین سرعت چنده؟ 1. ه. مسافت طی شده چقدره؟ چون دور نزده مسافت همون جابجاییه و 8 متره. چرا؟ چون روی مسیر مستقیم و بدون تغییر جهت رفته. مسیر مستقیم بدون تغییر جهت. دور نزده دیگه، صاف و صوف رفته جلو. مسافت جابجایی وقتی صاف میره بدون تغییر جهت برابره دیگه. پس این هم شد سوال اول. چند بار امتحان نهایی اومد. یه سوال دیگه هم بریم و تمام. شکل روبرو نمودار مکان زمان یک حرکتیه رو محور x. الف. در کدام لحظه متحرک بیشترین فاصله از مبدأ مختصات داره؟ مبدأ مختصات یعنی x مساوی 0. یعنی اینجا. یادمون نره ها، محور ما فقط x هاست و این t ها. مبدأ رو نگیرید تقاطع دو محور x y نیست. آقا بیشترین فاصله از اینجا کجاست؟ قبول اینجاست. یعنی تو لحظه چی؟ t1. تو t1 دورتر اینجاست. بعد دیگه برمیگرده دوباره نزدیک میشه. دورتر اینجا از نقطه 0 بالاست دیگه. ب. جابجایی کل متحرک در جهت محور یا خلاف. آقا این از مثبت ها شروع کرده، تهش اومده پایین دیگه، یعنی تهش برگشته تو مفهوم منفی ها. پس جابجاییش خلاف جهت محور ایکسه. پ. جهت حرکت چند بار عوض شده؟ آقا جهت حرکت عوض شده یعنی چی؟ یعنی دور زده دیگه. قله ها دره ها یک بار دور زده. یک بار در لحظه t1. حالا لحظهشو نخواسته، البته همون چند بارشو خواسته، یک بار. ت. در کدام بازه زمانی متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ؟ بچه‌ها نزدیک شدن به مبدأ یعنی همون 0 اینجا دیگه. اینجا داره نزدیک میشه. این دوتا جای اطراف داره دور میشه. میگه در کدام بازه؟ بازه یعنی فلان تا فلان. میشه t1 تا t2. اینطوری می نویسیم t1 تا t2. 3. در کدام لحظه از مبدأ مختصات رد میشه؟ مبدأ مختصات یعنی 0. تو کدوم لحظه از x 0 رد میشه؟ لحظه t2. یک لحظه را مشخص کنید که بردار مکان تغییر جهت میده. آقا بردار مکان همون xه. تغییر جهت همون علامته. خب یعنی x کجا علامتش عوض میشه؟ t2. چرا t2؟ چون بالای t2 x ها مثبتن، همه x ها مثبتن، پایین x ها منفیه دیگه. یعنی واضحه دیگه، منفی ها پایین، مثبت ها بالاست دیگه. پس تو t2 علامت مکان عوض شده. بردار مکان همون x ها، مکان ها، علامت همون جهته. داریم ترجمه میکنیم ها. خیلی سوال خوبیه این سوال. خیلی سوال خوبیه. همین نمودار دوباره میاد توی امتحان نهایی. دو تا از این موردها تکرار میشه، یه موردم جدید اضافه میشه و همین سوالا دوباره استفاده میشه. پس سرعت، تندی، سرعت لحظه‌ای، تندی لحظه‌ای، سرعت متوسط، تندی متوسط، فرمولاشون با هم بررسی شد. فعلا خسته نباشید.